اوورتینگ نمیذاره بخوابی؟ بذار به یه روش قدیمی بهت کمک کنم. سلام به روی ماهتون، حالتون چطوره؟ من خورشیدم و اینجا قراره که کورسو باشه. قصه های امروز کلن از کتاب قصه های خوب برای بچه های خوبه. آواز بزغاله. روزی بود و روزگاری بود. یک گرگ درنده و خونخوار بود که در بیابانها به سر می برد و با شکار آهوها و خرگوشها و حیوانات صحرای شکم خود را سیر می کرد. روزی از روزها که گرگ مشغول گردش بود، وقتی بر بالای تپه‌ای بلندی رسید، پشت تپه را نگاه کرد و صحرای پهناوری در برابر خود دید که همه زمین‌های پست و بلند آن از علف و سبزه پوشیده بود و قدری دورتر در نزدیکی یک آبادی گوسفندان بسیاری دید که در صحرا پراکنده بودند و داشتند می‌چریدند. گرگ گرسنه همین که گوسفندها را دید از تپه سرازیر شد و در یک چشم به هم زدن خود را به نزدیک گوسفندها رسانید و بره کوچکی را که از گله دور شده بود به نیش گرفت و خواست برگردد و در گوشه‌ای بخورد. اما ناگهان سگ گله او را دید و واق واق کنان به طرف گرگ حمله کرد. گرگ همانطور که بره کوچک را به دندان گرفته بود پا به فرار گذاشت و سگ هم دنبال او می‌دوید. گرگ در حالی که می‌گریخت با خودش گفت عجب گرفتاری شدیم. تا حالا که همش گرسنگی و بیابانگردی بود، امروز هم که به این سرزمین پرنعمت رسیدیم، این سگ حسود نمی‌گذارد یک وعده غذای سیر بخوریم. گرگ می‌دوید و سگ هم دنبالش می‌دوید تا وقتی که نزدیک بود سگ به او برسد و چون گرگ خیلی از سگ می‌ترسید بره را به زمین انداخت تا بلکه جان خودش را در ببرد و سگ از دنبال کردن او دست بردارد. اما سگ همچنان او را دنبال می‌کرد تا اینکه گرگ به رودخانه‌ای رسید و از ترسی که داشت با یک خیز به آن طرف نهر آب پرید و چون سگ نمی‌توانست از روی آب بپرد، یکی این طرف و یکی آن طرف نهر آب ایستادند. سگ در حالی که نفس میزد گفت ای گرگ، حالا که به رودخانه رسیدی از چنگ من در رفتی، اما اگر دفعه دیگر گیر من بیفتی بلایی بر سرت بیاورم که در داستانها بگویم. گرگ جواب داد عجب سگ حسود بدجنسی هستی. مگر من به تو چه بدی کردم که نگذاشتی بعد از 2 روز گرسنگی یک لقمه خوراک چرب بخورم؟ سگ گفت چه بدی کرده ای؟ البته چون زورت به من نمیرسد و گوشت من هم خوراکی نیست نمیتوانی قصد بدی به من داشته باشی. اما گناه تو این است که بیکاره و ظالم و بیرحم و مفتخور هستی و میخواستی برای بیگناه را بکشی و بخوری. گرگ جواب داد بله، من همه اینهایی را که گفتی هستم، اما این فضولی ها از تو زیادی است. مگر خودت چه کار میکنی و مگر غیر از این است که همان بره را از چنگ من درآوردی تا خودت بخوری، آن هم توی این صحرا که پر از ناز و نعمت است و 100 تا بره و بزغاله بیشتر هست؟ اگر راست میگویی و تو خودت هم ظالم و بیرحم نیستی، میخواستی بگذاری این بره کوچک را من بخورم، تو هم میرفتی یکی دیگر را میگرفتی و میخوردی، نه اینکه چشم نداشته باشی این را ببینی و دنبال من بیفتی و این یکی را هم از من بگیری. سگ گفت آفرین به این هوش. حالا فهمیدم که علاوه بر عیب‌های دیگر احمق هم هستی، چون هنوز نمیدانی که من گوسفندها را نمیخورم، بلکه من همراه آنها میآیم تا نگذارم حیوانات درنده‌ای مثل تو به آنها اذیت و آزاری برسانند. گرگ گفت این هم نشان حماقت خودت است حیوان بدبخت. مگر بیکاری یا عقلت کم است که بیایی گوسفندها را حفظ کنی و مرا هم از خورد و خوراک بیاندازی و خودت هم نخوری؟ اگر هم نمیتوانی آنها را شکار کنی، پس میخواستی از سر راه من کنار بروی تا من یکی از گوسفندها را بکشم و سهم خود را بردارم، بقیه‌اش را هم تو بخوری و بعد هم با هم رفیق باشیم و هر روز همین کار را بکنیم. سگ جواب داد نه خیر، لازم نیست برای من دلسوزی کنی. رفاقت با تو هم برای من ننگ است. تو را میگویند گرگ خونخوار و مرا میگویند سگ وفادار. من افتخار میکنم که وظیفه شناس و درستکار هستم. نگاه کن، این گردنبند زیبایی که به گردن من است نشان افتخار من است و چون من به گوسفندها آزاری نمیرسانم، همیشه همراهشان هستم و خیال راحت و آسوده‌ای دارم و از کسی نمیترسم و در شهر و ده و کوچه و خیابان پیش همه کس عزیز هستم. اما تو؟ گرگ میان حرفش دوید و گفت خوبه، همه اینها که گفتی به یک پول سیاه نمیارزد. تو میگویی افتخار میکنی و گردنبند زیبا و خاطر آسوده داری و عزیز هستی. این حرفها همه شعر است. این حرفها را آدمها به تو یاد دادند که نوکرشان باشی و برایشان سجده مفت بکنی. اما من میگویم گوسفند برای خوردن است. وقتی تو نمیخواهی بخوری، چه همراه آنها باشی چه نباشی، فایده برایت ندارد.
دیگر این که میگویی راحت هستی، این هم نیست، چون که تو بعد از این همه دوندگی و جوش زدن تازه محتاج دیگران هستی و اگر شب خوراکت را دیر بدهند صدای واق واقت به آسمان میرسد. اما من اگر هر روز یک خرگوش هم شکار کنم تا فردا سیرم و برای خودم آزادم. جهانگردی و کوهپیمایی میکنم، هر جا درخت و سبزی است مینشینم و به آواز مرغ‌ها گوش میدهم. میآیم و میروم و همه هم از من میترسند. سگ جواب داد: هیچ اینطور نیست و برعکس خودت از همه میترسی و با این همه ادعا که گرگ درنده هستی از من میترسی، از چوپان میترسی، از آبادی میترسی، از مردم میترسی و چون بدکار و خونخوار هستی همیشه وحشی و همیشه گرسنه‌ای و هر جا هم سایه تو را ببینند با تیر میزنند. حالا هم صلاح تو در این است که زود از همان راهی که آمدی برگردی و دیگر تو را در این صحرا نبینم، وگرنه هر جا که گیرت بیاورم پوست از تنت میکنم. حالا خودت میدانی. سگ این را گفت و به طرف گله برگشت و چون نزدیک غروب شده بود همانطور که هر روز عادت داشتند بره‌ها، میش‌ها، بزها و بچه‌هایشان را جمع کردند و سگ جلو جلو میرفت و گوسفندها دنبال او و چوپان هم پشت سر گله و به طرف آبادی روانه شدند. گرگ خونخوار هم که آن روز ناامید شده بود اول خواست برگردد، ولی چون از حرفهای سگ خشمگین شده و لجش گرفته بود با خود فکر کرد بهتر است در همین صحرا بمانم. هرچه باشد اینجا نعمت فراوان است. بیابانهای دیگر مثل آبی بود که ماهی نداشت و شکار گیر نمی‌آمد، اما این صحرا مثل دریایی است که ماهی دارد و اگر امروز به تور ما نیفتد فردا میافتد. از این گذشته باید با خوردن چند تا از این گوسفندها از این سگ فضول هم انتقام بگیرم و به او بفهمانم که گرگ یعنی چه. بعد چون میدان را خالی دید جستی زد و از رودخانه پرید این طرف و مثل آدم‌هایی که دشمن را دور می‌بینند پهلوان می‌شوند صدای خود را بلند کرد و با فریاد گفت: فردا همه را می‌درم. من از هیچ کس نمی‌ترسم. مرا می‌گویند گرگ، مرا می‌گویند گرگ خونخوار. هاف هاف. آن وقت قدری در صحرا جستجو کرد و تپه‌ها و گودال‌ها را وارسی کرد و تا نزدیک آبادی هم آمد، اما چون صدای سگ‌های ده به گوش می‌رسید دوباره برگشت. روی یک تپه دراز کشید و از همه طرف گوش می‌داد و نقشه می‌کشید که فردا چگونه سگ را غافل کند و چوپان را بترساند و از گله گوسفند ببرد. روز بعد تازه آفتاب صحرا را روشن کرده بود که از دور گله سفید گوسفند پیدا شد و شبان با چوب دستی‌اش و سگ با گردنبند افتخارش آنها را همراهی می‌کردند. گرگ گرسنه دندانهای خود را روی هم فشار داد و در حالی که از صدای بعبع گوسفندها دلش قوت گرفته و حال خوشی پیدا کرده بود از تپه پایین آمد و در پشت یک بت خار سبز و پرپشت ایستاد تا فرصتی برای حمله به دست آید. همین که گوسفندان مشغول چرا شدند سگ گله جست و خیز کنان اطراف صحرا را وارسی کرد و با وضع ترس‌آوری صدا کرد تا اگر دشمنی در کمین است بداند که سگ حاضر است و حساب کار خودش را بکند. بعد هم رفت بالای یک بلندی و نزدیک شبان ایستاد. گرگ خونخوار هم با همه هارت و پورت و رجزخوانی دیشب خود حالا که سگ و شبان را حاضر میدید جرأت نمی‌کرد به گله نزدیک شود و همانطور که گرگ گلوی بره را میگیرد ترس گلوی خودش را گرفته بود و بی صدا از پشت سایه علف‌ها به هر گوشه سر می‌کشید و می‌ترسید جلو برود تا عصر شد و موقع برگشتن گله با آبادی فرا رسید. باز هم سگ از جلو به راه افتاد و شبان چوب دستی خود را تکان میداد و گوسفندها را صدا میزد تا همه را جمع کرد و دنبال سگ را انداخت و خودش هم چوب دستی را روی دوش گذاشته دستهای خود را به آن آویزان کرد و از پی آنها روان شد. وقتی آنها قدری راه رفتند گرگ دوباره رفت روی تپه و دید یک بزغاله کوچک که پایش میلنگد از گله عقب افتاده و با سایر گوسفندها فاصله پیدا کرد. گرگ با سرعت به طرف بزغاله دوید تا او را بگیرد. بزغاله ناگهان گرگ را دید و فهمید که اگر گرگ گلویش را بگیرد دیگر کار از کار می‌گذرد و چون طاقت جنگ و پای فرار هم نداشت به یاد حرف مادرش افتاد و به فکرش رسید که حالا موقعی است که باید حیله‌ای به کار ببرد و جان خود را نجات بدهد. باید بدانیم که این بزغاله از وقتی که مادرش او را زاییده بود پایش شل بود. اولها که خیلی بچه بود خودش نمی‌دانست که پایش با دیگران فرق می‌کند، ولی بعد که کمی بزرگتر شد این موضوع را فهمید و خیلی غصه داشت. میدید بزغاله‌های دیگر دائم جست و خیز می‌کنند، این طرف و آن طرف می‌دوند، ولی او نمی‌تواند پا به پای آنها بازی کند. این بود که مدت‌ها غمگین بود و یک روز به مادرش گفت: مادر جان، یا پای من را درست کن که مثل همه راه بروم، یا من دیگر از خانه بیرون نمی‌آیم، چون که نمی‌توانم مثل دیگران بازی کنم، و یا اگر دشمنی به من حمله کند فرار کنم. من اصلاً از این زندگی بیزارم. من نمی‌خواستم پایم لنگ باشد. چرا باید پای من شل باشد؟ مادرش که بز هوشیار و زیرکی بود جواب داد: بچه جان، زیاد هم قصه نخور.
چون اگر پایت علاج نمی شود در عوض تو بچه باهوشی هستی و می توانی چیزهای بهتری داشته باشی که ارزش آن از یک جفت پای سالم بیشتر است و هرچه عوض دارد غصه ندارد. اگر کمتر بازی می کنی عوضش می توانی بیشتر در فکر چیز یاد گرفتن باشی. اگر پایت شل است می توانی با کارهای خوب و رفتار پسندیده خودت را عزیز کنی. اگر نمی توانی از دشمن فرار کنی می توانی با فکر و تدبیر و حیله بر دشمن پیروز شوی و اگر نقصی در بدن تو هست می توانی بیشتر مهربان باشی و هیچ وقت با خودپسندی و بدزبانی دل کسی را نرنجانی تا همه دوست و هوادار تو باشند و یه بار دیگه. مادرش که بز هوشیار و زیرکی بود جواب داد: بچه جان، زیاد هم قصه نخور، چون اگر پایت علاج نمی شود در عوض تو بچه باهوشی هستی و می توانی چیزهای بهتری داشته باشی که ارزش آن از یک جفت پای سالم بیشتر باشد و هرچه عوض دارد غصه ندارد. اگر کمتر بازی می کنی عوضش می توانی بیشتر در فکر چیز یاد گرفتن باشی. اگر پایت شل است می توانی با کارهای خوب و رفتار پسندیده خودت را عزیز کنی. اگر نمی توانی از دشمن فرار کنی می توانی با فکر و تدبیر و حیله بر دشمن پیروز شوی و اگر نقصی در بدن تو هست می توانی بیشتر مهربان باشی و هیچ وقت با خودپسندی و بدزبانی دل کسی را نرنجانی تا همه دوست و هوادار تو باشند. مگر آدم‌ها را نمی‌بینی که بعضی نابینا هستند و بعضی افلیج هستند یا نقص دیگری دارند ولی باز هم هنری یاد می‌گیرند و دانشی به دست می‌آورند و اخلاق خوبتر پیدا می‌کنند و همیشه هم عزیز هستند و امیدوار و خوشحال زندگی می‌کنند. بزغاله کوچک این حرف مادرش را همیشه به خاطر داشت که هرچه عوض دارد غصه ندارد. امروز هم وقتی دید نمیتواند با پای لنگ از چنگ گرگ فرار کنند فکری به خاطرش رسید و تصمیم گرفت حیله‌ای به کار ببرد. این بود که چند قدم به طرف گرگ پیش رفت و به او گفت: ای گرگ توانا، خوب کردی که خودت آمدی، چون من ضعیف هستم و نمیتوانستم زودتر خودم را به تو برسانم. گرگ که انتظار داشت بزغاله فرار کند از این حرف تعجب کرد و ایستاد و پرسید: مقصودت چیست؟ مگر با من کار داشتی؟ بزغاله گفت: میخواستم پیغام چوپان را برایت بیاورم. چوپان سلام رسانیده و میگوید چون امروز هیچ اذیت و آزاری از طرف تو به گله گوسفندان نرسیده و معلوم میشود گرگ خوبی هستی، ما باید قدر تو را بدانیم و اینک چوپان من را که بزغاله ظریف خوش آوازی هستم پیش تو فرستاده تا اگر مایل باشی آواز خوبی برایت بخوانم که در موقع خوردن گوشت من بیشتر از خوراک خود لذت ببری. اگر هم ذوق آواز نداری و بره‌های چاق و پرگوشت را بیشتر میپسندی به او خبر بدهم تا هدیه امروز را برای پرواری بفرستد و فردا هم مطابق میل تو یک گوسفند برایت بفرستد و هر روز هم همینطور تا هم تو خیالت راحت باشد و هم چوپان حساب گوسفندهای مردم را داشته باشد. گرگ خونخوار با اینکه خیلی گرسنه بود از خوش‌زبانی بزغاله مغرور شد و فکر کرد اگر بخواهم مطابق رسم پدران خود رفتار کنم باید فوری این بزغاله را بخورم، ولی حالا که چوپان خودش می‌خواهد هر روز غذای مرا بفرستد بهتر از خوشتر زندگی کنم و اگر آواز این بزغاله از صدای مرغ‌های صحرایی بهتر باشد بد نیست که هر روز موقع خوراک با آواز او اشتهای خود را تیز کنم و هر روز بره‌ای از شبان بخواهم و عیش خوبی داشته باشم. اگر هم دیدم آوازش خوب نیست که خودش را می‌خورم. این فکر را کرد و به بزغاله گفت: خب بهترین آوازت را بخوام ببینم. بزغاله گفت: ساز هم بزنم؟ گرگ گفت: بزن، ساز و آواز با هم بهتر است. بزغاله یک تکه چوب را که چند قدم دورتر افتاده بود نشان داد و گفت: پس اجازه بده آن نی را بردارم. بزغاله چند قدم دورتر رفت و آن تکه چوب را برداشت و به دهان خود نزدیک کرد و به بهانه آواز خواندن ناگهان از سوز دل فریاد جگرخراشی برکشید که صدایش به گوش چوپان برسند و چوپان پشت سر خود را نگاه کرد و مانند برق و باد با چوب دستی خود به طرف بزغاله دوید. هنوز گرگ از آواز بزغاله چیزی دستگیرش نشده بود که چوپان را بالای سر خود دید و دیگر مجال فرار کردن نداشت. چوپان گرگ را به خوبی ادب کرد و بزغاله را بغل کرد و به سلامت به گله رسانید. قصه دوم، درخت مراد. روزی بود و روزگاری بود. در یکی از شهرهای چین در زمان قدیم درختی بود که آن را درخت مردم پرست یا درخت مراد می گفتند و آن درختی بود بسیار بلند با شاخ و برگ فراوان که همیشه سبز بود و تنه آن درخت هم به قدری کلفت بود که بایستی 6 نفر دست به دست هم بدهند تا اولی بتواند از پشت درخت دست ششمی را بگیرد. مردم شهر هم بت پرست بودند و این درخت را مانند بت می پرستیدند و هر هفته یک روز دور آن جمع می شدند و دعاهایی می خواندند و کسانی که حاجت و مطلب
مطلبی داشتند نذر و نیاز می‌کردند و پول و جواهرات نذری را در سوراخ‌هایی که بر بالای تنه درخت بود می‌ریختند و عقیده داشتند که درخت مراد حاجت ایشان را برآورده می‌کند و مرادشان را می‌دهد. یک روز مرد مسافری که جهانگرد دنیا دیده بود، گذارش به آن شهر افتاد و دید همه درها بسته است و کوچه‌ها خلوت است و بیشتر مردم دارند از یک دروازه شهر بیرون می‌روند. مرد مسافر از کسی پرسید: مگر امروز چه خبر است که مردم به صحرا می‌روند و شهر را تعطیل کردند؟ جواب داد: خبر تازه‌ای نیست. امروز روز جشن درخت مراد است و مردم برای طلب حاجت به زیارت درخت مراد رفتند. مگر تو درخت مراد را نمی‌شناسی؟ مرد مسافر گفت: نه، من مسافرم و غریبم. تازه به این شهر وارد شدم و درخت مراد را ندیدم. گفتند: بسیار خوب، تازه آمدی، خیلی خوش آمدی. تو هم همراه ما بیا و اگر مراد و مطلبی داری از درخت مراد بخواه. مرد مسافر همراه یک دسته از مردم به راه افتاد. آمد بیرون دروازه و دید در میان میدان بزرگی که زمین آن را چمنکاری کردند درخت بسیار عظیمی هست و اطراف میدان در فاصله 1000 قدمی درخت ساختمان‌هایی هست و بیشتر مردم شهر از زن و مرد و کوچک و بزرگ در این میدان جمع شدند و غلغله و هلهله‌ای برپا شده و مردم دسته به دسته دعاهایی می‌خوانند، درخت را زیارت می‌کنند، آن را می‌بوسند و پرستش می‌کنند و از آن حاجت طلب می‌کنند. مرد مسافر از تماشای این وضع تعجب کرد و از پیرمردی پرسید: شما چه دین و عقیده‌ای دارید؟ پیرمرد نگاه غضبناکی به مرد مسافر انداخت و جواب داد: ما درخت مراد را میپرستیم. مگر نمیبینی و مگر تو دین نداری که این حرف را میزنی؟ مرد مسافر گفت: چرا؟ من هم عقیده‌ای دارم، اما من مردی غریب و مسافرم و از اهل دین شما و شهر شما نیستم. آیا ممکن است مرا نزد پیشوای خودتان ببرید تا بعضی چیزها را بپرسم و بفهمم؟ پیرمرد گفت: بیا تا تو را پیش کاهن بزرگ ببرم و او همه چیز را به تو خواهد گفت. مرد مسافر را به چادری که در گوشه میدان برپا شده بود بردند و اجازه گرفتند و او را نزد کاهن بزرگ که پیشوای مذهبی شهر بود بردند. مرد مسافر رسم ادب را به جای آورد و خودش را معرفی کرد و گفت: من مردی مسافرم و غریبم و جهانگردی میکنم. بیشتر شهرهای دنیا و مردم دنیا را دیدم و با بعضی از پیروان دینها و مذهبها گفتگو کردم، ولی هرگز چیزی عجیبتر از شهر شما و درخت مراد ندیدم. این است که میخواهم چیزهایی بپرسم و از راه و روش شما هم با خبر شوم. کاهن بزرگ که موهای سرش به سفیدی برف بود و پیرمردی مهربان و خوش زبان بود جواب داد: از دیدار شما خوشوقتم و حاضرم تو را راهنمایی کنم. هرچی میخواهی بپرس. مرد مسافر گفت: میخواهم بدانم شما چرا این درخت را میپرستید؟ پیر کاهن گفت: برای اینکه این درخت مراد است و محترم و مقدس است. ما همان را میپرستیم. مرد مسافر که میترسید اگر با عقیده آنها مخالفت کند او را اذیت کنند گفت: میدانید که من هیچ دشمنی با شما ندارم و اگر از رفتار شما گفتگو میکنم علتش آن است که من دین دیگری دارم و میخواهم چیزهای بیشتری بفهمم، ولی بسیار تعجب میکنم که شما همه چیز را گذاشته اید و درخت را پرستش میکنید. آخر درخت که از خودش اختیار و اراده‌ای ندارد و روح ندارد و حرف نمیزند و چیزی نمیفهمد و کاری از دستش بر نمیآید و از خود شما عاجزتر است و اگر کسی بخواهد آن را بشکند و بسوزاند خودش را هم نمیتواند نگاهداری کند. چگونه از او مراد میخواهید و انتظار دارید که درخت برای شما کاری انجام بدهد؟ پیر کاهن جواب داد: خیلی چیزها هست که ما نمیدانیم و اگر تو بخواهی اینقدر بددل باشی که به هیچ چیز عقیده نداشته باشی، کسانی که آفتاب و ماه و چیزهای دیگر هم میپرستند نمیتوانند به تو جوابی بدهند. اما چیزی که هست، این درخت را ما درست نکردیم. این درخت همیشه بوده و پدران ما آن را میپرستیدند و ما هم میپرستیم. علاوه بر این درخت اراده دارد، حرف میزند و خیلی کارهای بزرگ هم از دستش برمیآید که از دست هیچ کس بر نمیآید. این درخت حاجت مردم را روا میکند و هیچ درخت دیگری هم در دنیا نیست که این کارها را بکند. دیگر چه میخواهیم؟ مرد مسافر گفت: ممکن است من هم حرف زدن درخت را ببینم؟ پیر کاهن گفت: چرا ممکن نباشد؟ این درخت راهنمای مردم است و هرچه بخواهی به تو جواب میدهد، اما باید احترام آن را نگه داری و آداب آن را به جا بیاوری و همراه ما باشی. مسافر گفت: بسیار خوب، برویم چیزی از درخت بپرسیم. پیر کاهن همراه مسافر آمد و آدابی که میدانست به جا آورد و بعد به درخت گفت: ای درخت مقدس، این مرد مسافر است و غریب است و میخواهد صدای تو را بشنود و با تو سخن بگوید. از درخت صدایی درآمد و گفت: ما غریب را گرامی می‌داریم، اما تا ایمان نیاورد و به دین ما در نیاید با اون سخن نمی‌گوییم. او بیگانه است و باید اول دین ما را قبول کند. مرد مسافر به پیر کاهن گفت: بسیار خوب، بس است، برگردیم.
حرف زدن درخت را دیدم، اما من در دنیا حیله بازی های زیادی هم دیدم و به این آسانی به چیزی ایمان نمی آورم و باید درخت را امتحان کنم. باید مقداری روغن چراغ بیاورم و درخت را روغن مالی کنم و آن را آتش بزنم. آن وقت اگر درخت آتش نگرفت و نسوخت قبول می کنم، یا اینکه اره می آورم اگر درخت را نبرید ایمان می آورم. پیر کاهن گفت نه، چنین امتحانی ممکن نیست. خاموش باش که اگر مردم بفهمند تو اینقدر بددل هستی و به درخت مراد بی احترامی میکنی، تو را قطع خواهند کرد. مرد مسافر گفت بسیار خوب، پس من هم ایمان نمیآورم و مرا به خیر شما امیدی نیست. با شما هم دشمنی ندارم. چند روز در شهر شما گردش میکنم و میروم. مرد مسافر فهمید که درخت مراد یک رازی دارد و حیله‌ای در کارش است، اما از مردم میترسید که چیزی بگوید و مخالفتی بکند. آن روز گذشت و مردم به شهر بازگشتند و مرد مسافر فکر کرد که خوب است شب بروم، این درخت را با تبر بشکنم و راز آن را بفهمم و مردم را هم از این نادانی که گرفتار آن هستند نجات بدهم. نیمه شب که دیگر هیچ کس در میدان درخت مراد نبود، اره و تبری برداشت و آمد پیش درخت و خواست درخت را بشکند و همین که اره را به آن کشید از صدای آن فهمید که میان درخت پوک است. پس تبر را برداشت تا تنه درخت را با تبر بشکند. در این موقع صدای از درخت بلند شد و گفت ای مرد، کیستی و چه میخواهی؟ اره را برای چه آوردی؟ مسافر گفت اره که چیزی نیست، تبر هم دارم و میخواهم تو را بشکنم و از بیخ و بن براندازم. درخت گفت مگر از من چه بدی دیدی که با من دشمنی داری؟ مسافر گفت به من بدی نکردی، اما تو مردم را فریب میدهی و از یاد خدا غافل میکنی و من میدانم که راز و حیله‌ای در کار توست. میخواهم تو را رسوا کنم و مردم را از گول خوردن آسوده سازم، چون میدانم از تو هیچ کاری ساخته نیست و ایمانی که مردم به تو دارند از نادانی و بیخبری آنهاست. درخت گفت اشتباه میکنی، من درخت مردم پرستی هستم و مردم هم برای خوبی های من است که به من عقیده دارند. تو هم اگر حاجتی داشته باشی روا میکنم و اگر دست از من برداری و مرا به حال خود بگذاری، هر روز صبح پیش از آن که آفتاب سر از کوه برآورد یک سکه طلا به تو میدهم تا به زودی پولدار و توانگر شوی و قدر بزرگی و بزرگواری ما را بدانی. حالا راضی شدی؟ مرد مسافر قدری تعجب کرد و گفت پول را چگونه میدهی؟ درخت گفت هر روز صبح پیش از برآمدن آفتاب از دروازه شهر بیرون بیا. در طرف راست تو رودخانه‌ای هست و روی رودخانه پلی است. دو طرف پل دیوارهای کوتاهی است که پنجره دارد. در طرف راست ردیف اول پنجره را از بالا به پایین بشمار. در خانه چهارم یک سکه طلا هست. بردار و به سلامت برو. هر روز همین کار را بکن تا ببینی درخت مراد چگونه مراد می‌دهد و به دشمن خودش هم خوبی می‌کند. مرد مسافر حیرت زده اره و تبر خود را برداشت و رفت و فردا به همان نشانی سکه طلا را یافت و برداشت و با خود گفت اگر درخت مراد برای همه بد باشد، برای ما بد نیست و مراد ما را میدهد تا ببینیم چه میشود. روز بعد هم رفت سکه طلا را برداشت و فکر کرد که بد نشد، پولی به ما رسید. مردم شهر هم خودشان میدانند عیسی به دین خود، موسی به دین خود. آنچه معلوم است مردم بدی نیستند و آزارشان به کسی نمیرسند. درخت مراد هم برای ما ضرری ندارد. 7 روز گذشت و هر روز صبح مرد مسافر پیش از آفتاب میرفت سکه طلای مفت را از خانه چهارم پنجره دیوار پل بر می‌داشت و میرفت دنبال گردش و تماشایش. اما روز 8م که رفت از سکه طلا خبری نبود. این سوراخ را نگاه کرد، آن یکی را جستجو کرد، خانه سوم، خانه پنجم، ردیف دوم و همه جا را گشت و آه در وسط نبود. آن وقت اوقاتش تلخ شد و گفت تا حالا درخت مراد به ما باج میداد، ما هم حرفی نداشتیم، اما حالا معلوم می شود که درخت ما را فراموش کرده است. امشب میروم به حسابش میرسم. نیمه شب اره و تبر خود را برداشت و به طرف میدان درخت مراد به راه افتاد. آمد تا وارد میدان درخت مراد شد، اما همین که قدم روی زمین چمنکاری شده گذاشت، از دو گوشه تاریک میدان 2 نفر فریاد زدند آهای سیاهی، ایست، بی حرکت، اگر از جایت تکان بخوری نابود میشوی. مرد مسافر از ترس همانجا ایستاد و آن 2 مرد قوی هیکل پیش آمدند و گفتند دیوانه خیره سر، نصف شب کجا میروی؟ مرد مسافر از جان خود ترسید و گفت میروم درخت را زیارت کنم. گفتند این وقت شب موقع زیارت نیست، موقع خواب است. تازه اگر هم به زیارت میروی، اره و تبر را کجا میبری؟ جواب داد من مردی هیزم شکنم و اره و تبر اسباب کار من است که همه جا همراه میبرم. گفتند همراه داشتن اره و تبر در حضور درخت ممنوع است. آنها را همینجا بگذار و برو مرادت را بگیر و برگرد. ناچار مرد مسافر اره و تبر را گذاشت و تنها رفت پیش درخت و صدا زد آی درخت مراد.
صدایی جواب داد چه میخواهی؟ مسافر گفت من همان مرد غریبم که قرار بود هر روز صبح یک سکه طلا بگیرم و امروز سکه طلا در خانه 4 پنجره دیوار پل نبود. درخت گفت بله، سکه طلا تمام شد. اگر هم جیک بزنی و به کسی از این موضوع حرف بزنی، دستور میدهم مردم شهر تو را ریز ریز کنند. تو آدم بیدین و گناهکاری هستی که به ما بی احترامی کردی. مسافر گفت پس چطور تا حالا گناهکار نبودم و حالا گناهکار شدم؟ درخت گفت تا حالا غریب بودی و مسافر بودی و مهمان بودی و ما میخواستیم در این شهر راحت باشی و یاد خیلی از ما ببری، اما حالا که میخواهی اینجا بمانی باید ایمان بیاوری و طمع پول هم نداشته باشی. مسافر گفت پس چرا روز اول این حرف را نزدی که تکلیف خود را همان شب اول که اره و تبر داشتم بدانم؟ درخت گفت شب اول تو قصد خیر داشتی و برای خدا آمده بودی. ما هم به عقیده تو احترام گذاشتیم، زیرا عقیده هر کس محترم است، اما حالا دین خودت را به سکه‌های طلا فروخته و برای پول آمدی و مرد طمعکاری هستی. دیگر اینکه آن روز ناشناس بودی و حالا ما تو را به مردم شهر شناسانده ایم. این را هم بدان که درخت مراد ریشش خیلی محکم است و توانا و هوشیار است و همانطور که در دوستی میتواند سکه طلا ببخشد، هنگام دشمنی هم میتواند جان تو را بگیرد و اگر قصد دشمنی داشته باشی جان سالم از این شهر به در نخواهی برد. حالا خود دانی. مرد مسافر فهمید که دیگر زورش به درخت نمیرسد، زیرا نمیگذارند اره و تبر را همراه بیاورد. از آنجا بازگشت، اره و تبر خود را به خانه آورد و فردا از آن شهر بیرون رفت و به جهانگردی خود ادامه داد و به شهر دیگری رسید که مردمش خداپرست بودند. روزی در آن شهر پیشوای مردم را دید که او را مرشد مینامیدند و از آنچه در شهر بت پرستان دیده بود سخن گفت که راز درخت مراد را نفهمیدم که چگونه حرف میزند و چگونه مردم را دور خودش جمع کرده بود. مرشد گفت اگر میخواهی بدانی راز آن خیلی ساده است. این درخت صدها سال در اینجا بود و درختی بوده مثل همه درختها، قدری بزرگتر و کهنسال‌تر. چون تنه درخت بسیار کلفت بود و نزدیک دروازه شهر بوده، حاکم قدیم شهر از داخل شهر دالانی از زیر زمین کنده تا میان درخت و میان درخت هم مثل بیشتر درختان کهنسال پوک است. حاکم دیدبانی در آنجا گماشته تا وقتی جنگ می شود و از شهرهای دیگر لشکر دشمن به آنجا می آید از وضع صحرا و حرفهای آنها خبر بیاورد. یک روز مثلا دیدبان توی درخت از سوراخی که بالای درخت هست با مردی دهاتی به شوخی حرف زده و گفته من درخت مراد هستم. مرد روستایی ساده دل باور کرده و نظر و نیازی به سوراخ درخت انداخته و مراد خواسته. اتفاقا حاجت او به تصادفی روا شده. روستایی به دیگران گفته، دیگران هم باور کردند و برای درخت نظر و نیاز بردند. آنها هم که توی درخت بودند دیدن از این کار فایده میبرند، پولها را گرفتند و حرفهایی زدند. کم کم چند نفر حیله‌گر و حقه‌باز از این درخت و راهروی زیرزمینی آن برای فریب مردم استفاده کردند و پول جمع کردند و چون کسی از راز درخت و تونل زیرزمین خبر ندارد خیال کردند که درخت چیز مقدسی است. برایش نذر کردند و در دلهای خود به آن گفتند و گاهی مراد خود را یافتند. کسانی هم که درخت را در اختیار دارند توانگر و قوی شدند و از این راه استفاده می کنند. مردم هم به پرستیدن درخت عادت کردند و پسر از پدر یاد گرفته تا به امروز رسیده. این است راز درخت مراد. مرد مسافر گفت پس چرا شب اول به من وعده سکه طلا داد و بعد مرا ترسانید؟ مرشد گفت سبب آن بود که تا آن روز کسی نخواسته بود درخت را بشکند و حیله‌گران راحت بودند. آن شب ترسیدند رسوا شوند و دکانشان تخته شود و به تو وعده سکه طلا دادند. هفته بعد که مردم به آنجا رفتند درخت گفت دشمنی در شهر ما پیدا شده و شبها به درخت بی احترامی می کنند و بعد از آن شبها چند نفر را آنجا گماشتند و چون دیگر از رسوایی نمی ترسیدند سکه طلا را ندادند. اگر هم می خواستی حرفی بزنی کسانی که از این کار نان می خوردند تو را نابود می کردند. مرد مسافر گفت حالا فهمیدم. خب چرا دیگران نمی روند مردم شهر را باخبر کنند و درخت را رسوا کنند؟ مرشد گفت مردم آن شهر نادانند و با آسانی باور نمی کنند و به پرستش درخت عادت کردند و دیگران را بیدین و دشمن درخت مراد می دانند. اگر هم کسی به قصد دشمنی با درخت به آنجا برود باید با حاکم شهر بجنگد، زیرا او کسی است که حالا صاحب درخت مراد است. مرد مسافر دیگر حرفی نداشت. اسرار شهر بت پرستان را هم فهمیده بود و باز هم می رفت که شهرهای دیگر را ببیند.